تا حالا از خودتون پرسیدید چی باعث میشه یه معامله‌گر موفق باشه و یکی دیگه فقط یه قمارباز؟ امروز میخوایم بریم سراغ کتاب معامله‌گر نوسانگیر حرفه‌ای نوشته آلن فارلی و دقیقاً به همین سوال کلیدی جواب بدیم. میخوایم ببینیم راز تسلط بر هنر سفته بازی واقعاً چیه. خب، بذارید همین اول کار با یه حقیقت کمی تلخ یا شاید بهتره بگم یه دیدگاه خیلی واقعی از خود کتاب شروع کنیم. معامله‌گری یه بازی مجموعه صفره. یعنی چی؟ یعنی سودی که شما میکنید از جیب و زیان یه نفر دیگه به دست میاد. این یه واقعیت بیرحمانه نیست، فقط یه یادآوریه که اینجا میدون رقابت بر سر مهارت، نه شانس. رسانه‌ها خیلی وقتا به معامله‌گرای آنلاین برچسب قمارباز میزنن. اما این کتاب میاد و یه خط قرمز خیلی خیلی مهم بین این دوتا میکشه. بیایید ببینیم این تفاوت دقیقاً کجاست و چرا فهمیدنش اولین قدم برای موفقیته. ببینید، تفاوت اصلی توی ذهنیته. یه قمارباز خب با امید و آرزو و تکیه به شانس وارد بازی میشه. احساساتش اونو کنترل میکنه. اما یه سفته باز نه. اون با استراتژی میاد جلو، با انضباط، با تحلیل دقیق. کتاب میگه همین تفاوت به ظاهر کوچیک مرز بین موفقیت بلند مدت و شکست قطعیه. بازار یه میدون جنگ روانیه، خیلی جدی. احساساتی مثل ترس و طمع خیلی راحت میتونن جای منطق و استراتژی شما رو بگیرن و بوم، یه تصمیم فاجعه بار. واسه همینه که کتاب انقدر تاکید داره که قبل از اینکه بخواید بازار رو کنترل کنید، باید اول احساسات خودتون رو کنترل کنید. خب، برای اینکه توی این میدون نبرد احساسی دووم بیاریم، یه معامله‌گر حرفه‌ای به ابزارهای خاصی نیاز داره. ابزارهایی که بهش کمک کنن چیزهایی رو ببینه که بقیه نمیبینن. بیایید با همین جعبه ابزار رو باز کنیم ببینیم توش چیه. همه چیز از اینجا شروع میشه. نمودار قیمت. این نمودار زبان مشترک همه بازارهای دنیاست. اینا فقط یه سری خطوط بالا و پایین روی صفحه نیستن، نه. اینا دارن داستان جنگ بین خریدارها و فروشنده‌ها رو لحظه به لحظه برای ما تعریف میکنن و به ما کمک میکنن رفتار بازار رو بفهمیم. اولین لایه‌ای که به این نمودار اضافه میکنیم خطوط حمایت و مقاومته. فکر کنید اینا میدون‌های نبرد قدیمی هستن، جاهایی که قبلا جنگ‌های سنگینی بین خریدار و فروشنده اتفاق افتاده. این جنگ‌ها یه جورایی مثل یه جای زخم یا یه خاطره تو ذهن بازار باقی میمونن و روی حرکت‌های آینده قیمت تأثیر میذارن. لایه بعدی میانگین‌های متحرکه. اینا رو مثل جریان‌های اصلی یه رودخونه بزرگ در نظر بگیرید که قیمت توش شناوره. این میانگین‌ها به ما نشون میدن که جریان کلی آب به کدوم سمته، روند صعودیه یا نزولیه. حالا وقتی همه این لایه‌ها رو میذاریم کنار هم، نمودار اصلی، حمایت و مقاومت و میانگین‌های متحرک، یه نقشه سه‌بعدی از بازار جلوی چشممون باز میشه. دیگه سطح رو نمیبینیم، عمق رو میبینیم و این نقشه به ما کمک میکنه فرصت‌هایی رو پیدا کنیم که برای بقیه کاملاً پنهان و نامرئی هستن. خب، با این نقشه دقیق تو دستمون دیگه یه بازیگر گیج و سردرگم تو بازار نیستیم. تبدیل میشیم به یه شکارچی ماهر که صبورانه منتظر لحظه مناسب برای ضربه زدنه. کتاب اینجا یه استعاره فوق‌العاده به کار میبره. میگه معامله‌گر موفق مثل یه گربه وحشیه که دنبال گله نمیدوه. نه، اون میشینه یه گوشه، لبه گله رو نگاه میکنه و منتظر آسیب پذیرترین طعم میمونه. یعنی چی؟ یعنی ما دنبال بازار نمیدویم، صبر میکنیم تا یه فرصت عالی خودش رو به ما نشون بده. خب، حالا از کجا بفهمیم اون لحظه مناسب رسیده؟ با یه فرایندی که کتاب بهش میگه تایید متقاطع. یعنی چند تا سیگنال مختلف همزمان یه چیزو به ما بگن. مثلا یه الگوی صعودی میبینید، این سیگنال اول. همزمان قیمت به یه سطح حمایتی مهم خورده. اینم سیگنال دوم. حجم معاملات هم زیاد شده و اندیکاتورها هم دارن تاییدش میکنن. وقتی چند تا چراغ سبز مختلف همزمان روشن میشن، یعنی احتمال موفقیت معامله خیلی بالاست. و این میرسونه ما رو به یه قانون طلایی، یه چیزی که باید قاب کنید بزنید به دیوار. اگه مجبوری دنبالش بگردی، یعنی وجود نداره. بهترین فرصت‌های معاملاتی خودشون داد میزنن، واضح و مشخصن. اگه دارید به زوری الگو رو تو نمودار پیدا میکنید، احتمالاً اون الگو فقط تو ذهن شماست، نه تو واقعیت بازار. پیدا کردن موقعیت خوب تازه نصف راهه. قسمت سخت‌ترش اجرای معامله است. همون لحظه ضربه نهایی.
اینجاست که انضباط واقعی یه معامله‌گر امتحان میشه و خیلیا دقیقاً همینجا کم میارن. این یه حقیقته که شاید باورتون نشه و برخلاف تصور اکثر آدماست. برای اینکه معامله‌گر بهتری بشید، اول باید روی کم کردن ضرراتون کار کنید، بعد روی زیاد کردن سوداتون. موفقیت بلند مدت این نیست که بیشتر برنده بشی، اینه که وقتی میبازی کمتر ببازی. حفظ کردن سرمایه از هر چیزی مهمتره. باور میکنید یا نه، کتاب نشون میده که شما میتونید خیلی هم سودآور باشید، حتی اگه فقط 25% مواقع حق با شما باشه. یعنی از هر 4 تا معامله 3 تاش رو اشتباه کنید و ضرر کنید. چطور ممکنه؟ به نظر غیر منطقی میاد، درسته؟ خب بیاید ریاضیش رو با هم ببینیم. این جدول راز ماجرا رو فاش میکنه. به اون ردیف آخر نگاه کنید. شما با نرخ برد فقط 25% اگه بتونید میانگین ضررتون رو $133 در مقایسه با میانگین سودتون $800 خیلی کوچیک نگه دارید، در نهایت سود میکنید. این جادوی مدیریت ریسکه. یعنی شما لازم نیست همیشه درست بگید. فقط کافیه وقتی اشتباه میکنید ضررتون رو کوچیک نگه دارید. و همه اینها ما رو میرسونه به مهمترین و آخرین درس کتاب. میدونید قوی ترین ابزار یه معامله‌گر چیه؟ یه نمودار خفن؟ یه اندیکاتور جادویی؟ نه. قوی ترین ابزار همونیه که بین 2 تا گوشمونه. ذهن ما. یه معامله‌گر حرفه‌ای روی ذهنیتش کار میکنه. هیجان رو میکشه. یاد میگیره که با بی‌تفاوتی به بازار نگاه کنه. میدونه که قرار دوره‌های طولانی حوصله سربر بین معاملات وجود داشته باشه. و مهمتر از همه میدونه که سود و حس ناراحتی اغلب دست تو دست هم میان. یعنی سودآورترین کارها معمولاً سخت‌ترین و ناراحت کننده ترین کارها برای انجام دادن هستند. در واقع کتاب میگه بازارها به سطحی از انضباط نیاز دارن که اکثر آدما تو بقیه زندگیشون هم بهش نمیرسن. پس موفقیت تو معامله‌گری در واقع یه بازتاب مستقیم از انضباط شخصی شماست. یه چالش برای بهتر کردن خودتون. و این خلاصه پیام اصلی کتاب معامله‌گر نوسانگیر حرفه‌ای بود. در نهایت کتاب شما رو با این سوال مهم تنها میذاره. بازار میدون جنگ با بقیه نیست. میدون جنگ با احساسات خود شماست. آیا شما برای پیروزی تو این جنگ درونی آماده اید؟